سلام، میخوام شما رو با یک ابزاری که سایت موز.com در اختیار ما میذاره آشنا کنم. ما با استفاده از این ابزار میتونیم سایت خودمون یا سایت رقیبانمون رو آنالیز و بررسی بکنیم. برای اینکه وارد این قسمت بشیم باید این آدرس رو در مرورگرمون وارد بکنیم و در این بخش آدرس سایت رو بنویسیم. من سایت یکی از رتبه های برتر ایران رو وارد میکنم، روی سرچ کلیک میکنم، یه سری منوها میاره و یه سری اطلاعات که ما اینجا میبینیم. خدمت شما باید عرض کنم که همه امکانات این سایت به صورت فری و رایگان نیست و یه سری امکاناتش که کاربردی ترن به صورت پولی هستش، ولی خب اطلاعاتی که به ما میده تقریبا اکثرا خوبه. دامین اتوریتی یا اعتبار دامنه که 58 از 100 هستش، خیلی عالیه. پیج اتوریتی اعتبار صفحاتش که البته این همون هوم پیج هستش که 63 از 100 عالیه. 85979 لینک به سایتش ارسال شده که از 375 سایت بوده و همچنین یه سری اطلاعات که بهش داده شده از سایت های مختلف بهش لینک داده شده. اینجا لیستشون رو آورده و شما میتونید اونها رو مشاهده بکنید. اما در این بخش ما میتونیم تاپ پیج های خیلی پرطرفدارش رو ببینیم که بهترین پیجش پیج همون هوم پیج یا صفحه اصلیش هستش. صفحات دیگهش که باز هم چه دامنه‌ای بهش لینک شده. انچور تکست منظور اون عنوان لینک که نوشته شده و به این سایت لینک شده که بیشترینش دانلود نرم افزار بوده، بعد پی سی دانلود و بعد هم دانلود و دوباره انگلیسی پی سی دانلود و بخش های مختلفی که شما در اینجا میدید. مثلا اسپم آنالیز رو، یعنی یه سری کارا بهتون میگه انجام بدید که سایتتون اسپم نشه و یه سری امکانات خیلی خوبی میده که باید اینو میگه حتما خریداری کنید، اما میگه میتونید 30 روز رایگان ازش استفاده بکنید و بعدش هم میتونید CSV این اطلاعات رو بگیرید و در فایل اکسل اون رو باز کنید و ازش استفاده کنید.